و آیت لهم الارض المیتة و آیت نشانی قدرت و توحید الله برای امی مردم الارض زمین است. باز مسئله توحید، باز مسئله یکتاپرستی الله. برای از یا نشانه الارض زمین است. کدام زمین؟ المیتة که بالکل خشک است، هیچ چیز نه بوته میبینی، نه گیاه، نه درخت، هیچ چیز هم نمیبینی. لیکن الله میگه احیینا، ما زنده میکنیم، یعنی تازه میسازیم این زمینه. و اخرجنا منها، میکشیم از زمین حبا، دانه ها غله، فمنه، بعض از اینمی غله های اکلون، مردم میخورن. یک روز میبینی در زمین دی چیز نیسته و روز دیگر یک دم دانه پر است و از او خورده رایستی. ایره کی برآورد از این زمین؟ از این زمین خوش کی زنده کرد؟ این زمین چرا رونق پیدا کرد، قدر پیدا کرد، تازه شد؟ این از کجا شد؟ تا هنوز هم نمیدانی. از این دلیل نمیگیری که الله قادر مطلق در اختیارش کار است. پس وقتی که ذاتی که قدرت داره، ذاتی از این قدرت هم داره که تو را از قبر بالا کنه، زنده کنه. و جعلنا فیها جنات، ما گردانیدیم دمی زمین جنات باغها، من نخیل، از خرما، و عناب، از انگور. انگور و خرما این اردو میوه مهم میوه است از نگاه طب، از نگاه چیستا فوایدش بسیار فایده های گوناگون داره. خب فرق است، انگور خودی انگور ذکر میکنه، لیکن نخیل درختش ذکر میکنه. درخت خرما همه چیزش برای مفاد است، هیچ چیزش بی مفاد نیست، اما مردم زیاد استفاده میکنه. بخلاف انگور، تا که انگور مردم زیاد تا که خشک نشوه هیچ کدام سر و کاری قطش نداره. خب انگور خودی میوهش یعنی خیلی جالب است. الله تبارک و تعالی با طریق نمونه بر ما بیان میکنه که خود یک سرزمین الله تبارک و تعالی این انگوری که لذتی گوناگون داره، این خرما و همینجا جمع ذکر میکنه، نخیل و اعناب جمع است، اشاره به این میکنه که رقم خرما، رقم انگورا. تنها یک انگور تقریبا در 50 نوع میرسه. خرما را خب پرسان نکو که در کدام حد میرسه. امی متنوع میوه ها در یک میوه متنوع پیدا کردن، این کاری کیست؟ از یک زمین چرا اینقدر انرژی را، اینقدر قوت الله در این میوه انداخته؟ شما نمیبینید؟ و فجرنا فیها من العیون، ما روان کردیم در این زمین من العیون، از چشمه ها. در هر جای آب سرد و صاف زلال و شیرین برات میبره، او تو کشک در رایستی یا میخوری یا در زمینت میبری. کی از این زمینی را میکشه یابه؟ نه خود تو در اونجا لین برق تیر کرده و نه کدام او بازه که پایین کرده. الله تبارک و تعالی برای سهولت همه انسان ها چی انتظام کرده؟ این برفا را در زمستان ذخیره میکنه و بعد از اون در تابستان از مختلف جاهای کو، از رگی کو چشمه سرازیر میشه. این کار کی میکنه؟ انتظام کی میتونه؟ الله میگه لیاکلوا من ثمره، که بخوره از میوه ازی، و ما عملته نساخته میوه را ایدیهم، دستای از یا. دو معنا داره اینجا. این میوه ها را اج مداخله یا نداره. چرا نداره؟ این رنگ کی داد؟ این ویتامین کی دیش انداخت؟ این وزن، این ساختمان، این را کی دیش انداخته؟ بشر میتونه تنها یک دانه انگور وضعیتش برابر کنه، رنگش برابر کنه، مزهش برابر کنه؟ کس نمیتونه. الله تبارک و تعالی است. دوم ترجمه لیاکلوا، که بخوره من ثمره، از میوه نمی هر کدامی خرما و انگور، و ما عملته، و آن چیزی را که جور میکنه میسازه ایدیهم، دستایشان. اینجا باز ما نافیه نمیشه، خودی دستایشان میگیره میوه ها را گوناگون ترکیب میده، جوس از پیش جور میکنه، چیزای دیگر از پیش میسازه. این کلش نعمت های الله است. الله را آدم باید بشناسه. از او خاطر الله میگه افلا یشکرون، آیا این مردم قدردانی نمیکنه از این نعمت های الله؟ قدر نعمت های الله است که نسبت نعمت به الله بکو، شکرگزاری در زبان بکو، از این نعمت استفاده درست بکو. استفاده درست از این دو قسم است. یکی استفاده که از همین انگور، از همین خرما در جاهای مناسب، در وقت مناسب برای قوت بدنی خود تو استفاده بکو، خو غلط استفاده نکو. آلی خرما را، انگور را شراب از پیشش جور نکنه، اعوذ بالله، که سببی از بین بردن عقلت شوه. در دستی توست، تو میگیری ای را خراب میسازی. الله خو پیدا خوب کرده، تو انسان هستی که غلط استفاده میکنی. دوم قسم شکرگزاری معنوی است. دلیل بگی بالای از که اینجا یک ذات قادری مطلق ای کار کرده، این ویتامین داده، رنگ داده، ساختمان داده، ای را به وجود میاره، پخته میکنه. این دلیل بالای است که الله واحد لا شریک است، او قدرتمند ذات است. تو باید دلیل بگیری. سبحان الذي خلق الازواج، پاکیست برای الله
وقتی که این دلایل قدرت مشاهده بکنی که کلی کارا را الله میکنه، کلی کارا را کی میکنه؟ الله. دیگه چطور نعوذ بالله در وقت مشکلاتت به غیر الله آواز میدی، نظر به نام غیر الله میکنی؟ چرا این کارا میکنی؟ سبحان الذی، پاکیست برای او ذاتی که خلق الازواج، پیدا کرده ازواج جفت و جوره را، کلها تمامیشه، مما از آن چیزی که تنبت الارض میرویان زمین، و من انفسهم و از نفسای خودشان، و مما از چیزایی که لا یعلمون نمیدانند. سه حقیقت قرآن برملا میکنه. حقیقتی که تا او روزه که قرآن بیان میکرد هیچ کسی باورم نداشت. میگفت تنها در حیوانات، در پرنده ها یا در انسان ها زوجیت وجود داره، نر چی ماده وجود داره. قرآن اعلان کرده بود سبحان الذی خلق الازواج، که پیدا کرده جفت و جوره را، کلها تمامیشه. امروز تحقیقات جدید ثابت کرد که بله گیاه ها مکمل نر و ماده داره. یک موضوع این را میگه اعجاز قرآن، اعجاز علمی قرآن، که قرآن از چی چیز خبر داده بود؟ در او وقت کسی این گپا را نمیشناخت که در گیاه نر و ماده وجود داره. تنها یک درخت خرما را میدانستن که اونجا قلم میشه، دیگه هیچ چیز نمیدانستن. امروز ساینس جدید ثابت کرد که بله در این چیزا، بلکه حتی در سنگ و در قلوخ و در این چیزا هم زوجیت وجود داره. از همون خاطر است وتر تنها و اوجا که در آیت قرآن کریم پشتی سر ما و شما میخوانیم، قسم که الله یاد میکنه به شفع وتر. مراد از وتر طاق الله تبارک و تعالی است، یکی است. دیگه همه چیز به خود جوره داره، شب روز داره، آسمان زمین در مقابلش است، تاریکی در مقابلش سفیدی است، مذکر در مقابلش مؤنث است، هر چیز برای خود زوجیت داره غیر از الله تبارک و تعالی. او وتر است، طاق است. یکی. دوم بحث نقطه ای که آیت قرآن کریم بر ما برملا کرد، بر ما ایره میگه که و مما لا یعلمون، از آن چیزی که یا نمیدانه. علم انسانی تعالی را بسیار کم است. سری کدام چیزا علم تو ثابت شده؟ تعالی را علم سری وجودی خودت نیسته که تکامل وجودی تو چه رقم میشه، نمو و رشد اعضای تو در رحم مادر چه رقم میشه، یک عضو بدنی تو چقدر وظیفه ها را در وجودت انجام دادن میتونه، علم نداری. تعالی را علم انسانی بگوید در مرتبه خیلی کم قرار داره. از این خاطر الله میگه و مما لا یعلمون، از آن چیزی که تعالی را نمیدانه. خب در بین ازوام زوجیت موجود میباشه، جفت و جوره میباشه، یعنی نر و ماده میباشه، او را میدانه. و آیت اللهم اللیل، و نشانه قدرت الله یا دلیل توحید الله لهم برای از یا اللیل و شب است. شب هم یک از جمله نشانه های بزرگ الله است. چی رقم؟ نسلخ منه النهار، که میکشیم از این می شب، النهار روزه. روز با مثل پوست است بالای چی؟ گوسفند و بز. وقتی که پوست کش کنی گوشت همونطور باقی میمانه. مثل که روشنی یک امر عارضی است و اصل دنیا تاریکی است. الله تبارک و تعالی روز آورده به مثل پوست واره، زمانی که الله امی روز کش میکنه شب تاریک باقی میمانه. فاذا هم مظلمون، ناگهان مردم در تاریکی باقی میمانه. میتونه که علی تغییر بدیم؟ نه، نمیگذاریم که امی پوست روز برایه و گوشت تاریک باقی بمانه. نه، نمیکنیم. خب کسی قدرت و توان داره که مانع شود؟ ببینید این نظام الله تبارک و تعالی. بس اوقات یک مجموعه بزرگ انسان ها به طوالت روز، به دراز شدن روز بسیار نیاز داره که 2 ساعت چی شود؟ دراز شود. شما اگر در میدان های کلپا زمانی که بازی در انتهای خود نرسیده باشه، هر کس تقاضا میکنه که روز دراز می بود. در کارهای خود امچو میکنیم، ولی در اختیاری ما هست؟ نیست. و الشمس تجری لمستقر الله، آفتاب روان است لمستقر، برای قرارگاه لها که برای آفتاب الله مقرر کرده. ذالک تقدیر العزیز العلیم. این برنامه های منظم حساب شده است، تقدیر است، اندازه شده ذات عزیز زبردست است که هر قسم الله میخواه همون قسم اجرا میشه. العلیم، میدانه که کدام مخلوقاتش، کدام کائنات موجوداتش چی وظیفه را در کجا به کدام سیستم انجام میده. تو انسان چی آگاستی؟ بطلیموس دانشمند بزرگ بود در جهان. او بخست گفت آفتاب بلکه زمین هم میگفت که حرکت نمیکنه. نظریه از او آنقدر رشد پیدا کرده بود که جهان فرا گرفته بود. بعد از او یک کمی پیشرفت شد، نظریه بطلیموس از بین رفت. گفت نه، زمین حرکت میکنه. خب لیکن
در مورد حرکت آفتاب کسی لب خود شور داده نمیتونست. اما کتاب الله قرآن کریم 1400 سال پیش گفته بود که آفتاب در حرکت است. حرکت ها دو قسم است، یکی حرکت که وضعی است در گرد خودش، یکی حرکت طولی است که همینطور روان میباشه تا کدام میعادی که الله تبارک و تعالی مقرر کرده. قرآن این را میگه، لیکن تو درک کرده میتونی؟ نمیتونی. این اندازه شده ذاتی کی است؟ زبردست و علیم است. تو بشر تعالی را در نزدیکترین سیاره زمین رفته ای، در اونجا کنجکاو داری، تعالی را چقدر کشف کرده، چقدر معلومات داری. بعد از او که در این کهکشان ها، در این مدارا کدام سیارات سیر و سفر داره، چکر میزنه، چقدر سرعت داره، چه قسم حرکت داره، این بری تو معلوم نیست. تو انسان تعالی را دو گپا نرسیده، چی جایی که آسمان ها دو گپا برسی. از او خاطر عاجزی انسان بیان میکنه که انسان بری تو الله چیزی علم داده، استعداد داده، توسط از بعضی چیز امور تو معلوم میکنی. خو لیکن از همین علمت بعد دلیل بگیری بالای وجود الله. الله را بشناس که الله کدام ذات است. والقمر قدرنا، مهتاب ما اندازه کردیم، منزلایش، یعنی امو موقعیتای چی حرکتش، حتی عادتایی که باز میگرده کل عرجون القدیم، به مثل شاخچه کنی خوشی خرما. خوشی خرما را که خرما امو خوشیش قطع میکنه، امو شاخکش باقی میمانه، او پسان همینطور کج شده مثل داسواره میگرده، ضعیف میشه. الله تبارک و تعالی میگه امین ما که به نظر شما امین رقم معلوم میشه که از چیز از کجی خود شروع میکنه، ما بینش پر شده در 14 پر میشه ما بینش، بعد از او باز علقه کده تا که تکمیل میشه در چی میرسه، گرد میشه، و بعد از او باز کم شده میره تا آخری که آخری شب ما بسیار باریک به مثل چی واره داستواره همینطور باقی میمانه. قرآن کریم تشبیه از او را به مثل شاخچه داده که شاخچه که خوشیش قطع کده باشی، بعد از او اینمی چوبک شاخچه پسانه اینمی طور کج میشه، به مو حالت رسیده. همین تغییرات در این قمر که تو مشاهده میکنی کی میاره؟ این تغییرات الله تبارک و تعالی. چرا این تغییرات میاره؟ به خاطر که مردم برنامه زندگیشان که مرتبط به تاریخ است که زندگی ما را تنظیم میکنه. اگر نباشه در بدری گډوډی وجود داره. شماستی که میدانه که یک ماه شد، یک هفته شد، چقدر وظیفه را انجام میدم، چی وقت میعاد و تاریخی اجاره ما پوره میشه. این کلش توسط تاریخ است. الله ای را برملا کرد، آفتاب باره نیست که شمارشه با جز از او کسایی که ستاره شناس است و ریاضیدان است و بشناسه. نه، آدم کویی، آدم دیقان، هر کس از این حساب معلوم کنه. میگه دو شب است، اکثر تقریبا معلوم هم میشه. قرآن به او اشاره میکنه. للشمس ینبغی لها، نیست آفتاب مناسب برایش ان تدرک القمر، که در بیا بیان گیر کنه القمر مهتابه، ولا اللیل، نشب سابق النهار، پیشونده از روز است. الله تبارک و تعالی ما و شما را بیدار میکنه، وجدان خفته ما را. ای انسان در کجاستی؟ یک دفعه نظر بکن. مهتاب در یک ماه دور میخوره در گرد خود، لیکن آفتاب در 1 سال دور میخوره. 12 برابر سرعت مهتاب از آفتاب کده چیسته؟ بگوی تیز است. همین نظامی که در مدار خود هر کدامشان دوره میزنه، چرخ میخوره، یکیش خیلی تیز و یکیش به او اندازه تیز نیست که یکی با دیگر تکر و تصادم نکنه. این نظام کی وضع کرده؟ خود به خود است؟ نه کلا خود به خود نیست. تو که همیشه بروز یکی از دیگه پیشین نمیکنه. این نظام کی وضع کرده؟ و این قدر عمر همین نظام روان است. لا قلمی قدر درک بکو که پشت سر از یک هستی بزرگ است، اما ذاتی است که انتظام برابر کرده و از او تعبیر به الله میشه، یعنی ذاتی که قابل بندگی و پرستش است. چرا تو فکر نمیکنی؟ و کل فی فلک یسبحون، هر کدام از یا فی الفلک در مدار خود، یسبحون شنا میکنه، یعنی حیثیت آب بازی را داره. قدرت الله. ساینسدانان عالی ثابت کردن که حرکات سیارات در مدارشان عیناً مثل که یک کسی در یک جای غوپه میکنه و جای دیگه در حوض میبره. اینی رقم یک حالت در خود داره. قرآن وقت مطابق دیدی بشر ای را برات ما بیان میکنه. دیگه چی واقعیت ها در پشت سر است به الله تبارک و تعالی معلوم است. و کل فی فلک، هر کدامش مدار داره، مدار خاص داره، او دوره میزنه. همین نظم دنیا را، فصل ها را به وجود میاره، روز و شب به وجود میاره، آفتاب چی را به وجود میاره، مهتاب چی را به وجود میاره، چی اثراتی در دنیا داره. الله تبارک و تعالی در زیر نظام آفتاب و مهتاب است و اوی نظام برابر کرده. و آیت الله من حملنا،
نشانه قدرت بزرگ الله تبارک و تعالی و دلیل توحید الله لهم برای مردم. انا ای گپ است که حمل نمایاره ورداشتیم ذریتهم اولادی از یاره فی الفلک المشحون در کشتی که پر کرده شده از مال تجارت از همه چیزا. بعضی مفسرین ایرا حمل میکنه در اولاد نوح علیه السلام، اشاره به اولاد نوح علیه السلام است که ما او را ورداشتیم. اولاد نوح علیه السلام در کشتی که پر بود. کل دنیا غرق میشه اما کشتی نوح علیه السلام غرق نمیشه. یکی بعضی مفسرین میگن نه، ضرورت به کشتی نوح نیست. الله تبارک و تعالی از کشتی دلیل میگیره که الله ذات قادر مطلقی است. چطور در این قدر آب با این قدر اولاد، اولادا با این قدر مال و دارایی کلش در کشتی انداخته شوه اما کشتی در روی آب روان شوه؟ امی کیفیت و امی خاصیت در چوب کی داده که بعد زیر آب نروه؟ ادناترین سنگ میپرتی در قعر دریا میرسه و کشتی را با این قدر. قرآن کریم اونجا گفت که ای فلک المشحون، کشتی که پر کرده شده. امروز جهان کشتی های ساخته که مشحون چی میکنی که بیخی از حد بیرون است. الله تبارک و تعالی میگه شما شکرگزاری الله را نمیکنی؟ اگر می خاصیت به چوب نمیداد که غرق نشوه، شما میتونستی سفرهای طولانی بکنی؟ شما میتونستی اموال خیلی انگفت خود در می کشتی قط خود بار بکنی؟ نه، این قدرت الله تبارک و تعالی است. خود تو انسان الله تبارک و تعالی قدرت داده. تو انسانه، آفتاب در خدمت تو بود، مهتاب در خدمت تو بود، آسمان و زمین حرکتاش برای خاطر تو بود، کشتی به خاطر تو، بحر به خاطر تو. تو انسان به خاطر چی؟ تو انسان فقط بخو بنوش و خواب بکو، الله ایتم نشناس. هیچ نفهمی از کجا آمدیم، برای چی آمدیم، کدام طرف روان هستم، چی مسئولیت دارم در این دنیا. یک قدر دلایل تو میشنوی، مسئولیت تو نمیشناسی. الله تبارک و تعالی بر ما میگه و خلقنا لهم من مثلی، ما پیدا کردیم برای از مثلش ما آن چیزی را، یعنی از مثل کشتی ما آن چیزی را یرکبونه که آینده سوار میشوند. یرکبونه صیغه مضارع است، آینده یا سوار میشن. قرآن 1400 سال پیش خبر داده بود به مثل کشتی دیگه چیزای سواری را الله پیدا میکنه. یکی شما سرش سوار میشه، بله پیدا شد، قطارا ریل پیدا شد، موترها پیدا شد، بگه تیارا پیدا شد. به الله معلوم که بعد از این چیزا پیدا شود. به یک اکتفا نمیشه. علوم بشر روز به روز در حالت شگوفای خود است، روز به روز در حالت انکشاف خود است، روز به روز قدم پیشتر گذاشته رایسته. به الله تبارک و تعالی چی وسایل برای حمل و نقل پیدا شود که امی مردم دو سفر و حرکت بکنه؟ چی وسایل؟ بالکل الله گفته که ما پیدا کردیم. خو امی استعداد و قابلیت قوی که تو هر چیز ترکیب کرده میتونی برای خود استفاده میتونی، امی استعداد و قابلیت کی داده؟ امی ماشین فکری تو را کی در ذهنت گذاشته، در وجودت گذاشته؟ ها؟ تو انسان خود در وجود از دیگران که خیلی کلان نیستی. چرا یک وجودی خرد کل دنیا را تسخیر کرده، سری کل دنیا حاکمیت میکنی؟ لا اقل خوب بدان که مرا کدام ذات پیدا کرده. الله خدا بشناسه. کسی که الله را، انسانای قوی که الله را نمیشناسه و عالم و دانشمند برش گفته نمیشه. چرا که تعالی را خالق خدا نمیشناسه. و این نشأ نغرقهم، اگر ما بخوایم غرق میسازیم این مردم با کشتیشان فلا صریخ لهم، باز هیچ فریاد رسی وجود نداره. باز اگر پیر صاحب صدا کنه، اگر سخی صاحب، اگر فاطمه زهرا را، اگر پیغمبر، اگر ملک کلگی را صدا کنه، کسی نجات داده میتونه؟ لیکن بعضی علما در کتابای خود نوشته کرده جناب مرید صاحب پشتی استاذ خود میخارید، وقتی دامنش بالا کرد که چیره شده، خراش شده. سوال میکنه مرید صاحب از پیر صاحب چرا استازی طور شده؟ چپیتا بگی، سوال نکن. نه ایره که برای من نگوی ماندنید نیستم. نه چپیتا بگی، نه که برای من نگوی تو خو از خانه نبرامده ایده، کجای خراشیده؟ فلانی پیر بایی تو، یعنی کسی که مرید ایمد دیگه است، در حج روان بود، در بحر کشتی از واده غرق شدن شروع کرد. یک دفعه آوازا شروع شد، آوازی مرید یعنی پیر بایید برام رسید که پیر صاحب الکی غرق شدیم. رفتم اموجه شانه را دادم در کشتی و کشتی را بالا کردم، از غرق شدن منع کردم. کتاب است، در کتاب نوشته است، خودشان نوشته کرده و این گپازیات است. کسی که با کتاب الله و سنت رسول الله محکم خود نچسبانه، اینطور خطا شوه که پرسان نکن. این خراشیدن میگه از بالا کردن چیست؟ کشتی. او به خاطر هم ازی که
کسی که از مریدی مست و پیربایی توست اینه، هر دویتان در یک ردیف قرار داری، او غرق میشد و آواز داد. از این قدر دور از بحر آواز شنید. باز دمی لحظه و ثانیه پیر صاحب رسید، باز یک نفر گرفت کشتی را پس بالا کرد. دیگه چی میگی؟